حالا این چیزها به چه دردی می‌خوره برای درمان توی آب گرم؟ کشاورزای اینجا قسم میخورن که این بهترین کود طبیعی اینجاست. برای همین هم سعی میکنم هر چند روز یه بار بهشون یه سبد بر بدم. روش هم برای جبران کارای بقیه است. به طرز شگفت‌انگیزی قابل تحمله. در واقع این کارا به خاطر همسرمه. یعنی متأهلی؟ بودم. قبلا آخرای هفته میومد اینجا و تو کارا به بقیه کمک میکرد. بعد از خودشم من یه جورایی دارم سنتشو حفظ میکنم. متاسفم. مامان شاید کثیف باشه اما برای تو عالیه. همینطور برای خلاص شدن از شلوغی رستوران. خیلی اوکی نه؟ آره یه جوری قلمرو حساب کنم صاحبشم. همیشه با مشتریت یکی به تو میکنی؟ این بهترین قسمتشه. چنین کاری دیشبت یه چیز دیگه بود. تو دار تعریف ندارم. منظورم اون چرخشت بود. حرفه‌ای تمرین میکنی؟ بگی نگی. بیشتر هم نگی. متاسفم که نمیشم. یه چند تا